بیش از 10 نفر از پیوندان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با نشانه‌های بیماری کووید 19 در چند شفاخانه بستری شدند. قربانبی رحمان و خواهر 64 ساله او روز 20 ایول از این بیماری درگذشت. مقامات فوتی او را تصدیق کرده اما سبب مرگش را نگفتند. همین طور مقامات رسما گرفتاری پیوندان دیگری رئیس جمهوری را با کووید 19 تصدیق نمی‌کنند، ولی منابع رادیو آزادی در چند بیمارستان گفتند حالا پالکوونیک فخرالدین سفرزاده پسر قربانبی رحمانова با چند عضو اویله‌اش در بیمارستان با نشانه‌های کرونا بستری می‌باشند. با اطلاع منابع شمس‌الله سوییبوف یکی از دامادهای پرزیدنت تاجیکستان نیز یک ماه باز با چنین نشانه در بیمارستان خوابیده است. وضع سوییبوف در کلینیکای منصورов خوبتر شده است، اما روزهای اول زیر دستگاه نفس‌دهی صنعی بود. همصحبتان رادیو آزادی گفتند با کمیش دو دختر پرزیدنت نیز بیمار بودند ولی در شرایط خانه معالجه گرفتند. از دختران پرزیدنت نام برده نمی شود. مقامات تاجیکستان از ماه ینور تا آخر ماه ایون امسال به تکرار می گفتند که در کشور سرایت کرونا ویروس را ثبت نکردند. آنها در زمان موج دوم کرونا ویروس نو را در کشور اعتراف کردند که خبر گرفتاری و مرگ چندین نفر بر اثر بیماری همگیر رسانه‌ای شد. روز 20 ایول مقامات گفتند در کشور 51 حالت نوی گرفتاری به کووید 19 ثبت شده، 2 نفر از این بیماری فوت دیدند. در عموم به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل سال گذشته تا کنون 14228 کس بیمار شده، 97% شفا یافتند و 114 کس جان باختند. بعضی از ساکنان و کارشناسان آمار واقعی را به مراتب بیشتر می‌دانند.